السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران، خواهران، پدران، مادران، نفرانی که این لحظه ما را تماشا میکنید. بابای قند از فعل بچه به کنج زندان شد. بابای قند همه نصیحت کردیم، گفتیم ای بچه همون زبان تا نگه بدار، هر کس هر چی نگه، هیچ کس کردار نشه، گپای بی‌معنی و بی‌منطق گپ نزن. اما بابای قند همین گپی استادش رد کرد. نگاه کنین به کجا رسید. بابای قند یکی از کهنه‌ترین بلاگرها بوده، مشهورترین بلاگر حساب می شود و برای جوانا باشه باید که یک مذکوره نشان میداد. برای جوانا یک چیز می بود که تاریخ بخش می بود. اما متاسفانه بابای قند پدر مادر ناراضی، همسایه ها ناراضی، بلاگران ناراضی، از آن جمله استاد قندش ناراضی. شما همین را میخواهید دانستن. بابای قند یک تای خیلی کمتر گناه کرده. انسانیت بیگناه نیست، خطا نیست. پسی پرده چیه خودت نمیدونی. اگر حوزی پسی پرده را ما برای شما گپ زنم، سر زنم تا بارولا تو میتین. ما برای شما کم ترک نمیو که گپ میزنم که اینا مقصد خیلی کار بلاگری خودش یک ویدیو کردن، یک چرا بلاگ کرده ویدیو کردن. آن چیزی که مقصد تا به چشم سرت نمیبینی در ویدیوی هر کس هر چی میشه و منتج و شانتاژ باور نکنین. بابای قند باید از نگاه ما برویا، یعنی تا سراچ نباید برویا. بابای قند امضاش کردگیم باید یعنی تا برویا سراچ نه باید در روی اکران گپ زنه. چی گپ شدگی بابای قند اگر همین گپای من گوش کنی در همه چارکنجه اشتگی خدا بگیره کروتا. با ما همین نیداونا وقتا یک عروس یافته بودم، یک تامی گذشته سبدم گفت که ای همو بابای قند تودا سودا مرا نمیگیره، تودا سودا گپ زد. ما گفتم ای بچه اوخی ای دختر گفتم مقصد توزی یوشی بابای قند پیرای اینه من امورا میگیرم دا میگیرم. ای عروس سود یافتم نه که هر کده لذت میکنی نه که شیشتی چیکار بود میکنی. مخلصای بابای قند ما برای شما گپ میزنم که بابای قند باید برویا، اینطوری نمیشه، باید برویا. شما چی فکر دارین؟ برویا نرویا؟ یا که یک بلاگر با شب خیر شوه، یا که میخواین که یک بلاگر باز هم مشهور شوه؟ کنی یک کامنتاریاتون رو همینطور جذب بگیرین، لایک باباگیری قنده بزنین، کامنتاریاتون رو فکراتون رو خود دشنام میکنین، خود گپی خوب مینویسونین بنویسونین. اگر گپی خوب بنویسونین خوب میشوه، بد بنویسونین شاید که بد شوه. برای خودت بد میشه، برای ما نه. همین بابای قند هیچ چشمی دیده نکردین به خدا. والله بالله تالله همین بابای قند به شما را چیز را رسونده. میخواین اما بشینه خیلی شیش جانی احمد خلاص شد. نه که بابا باید برویا. من که پیش بینی میکنم که بابا باید برویا. بابا ممکنه پگاه میرویا یا پگاه دیگه هم تا پربزیت لما گفتم میتونم که میبرویا ویدیو میکنه با، یا که میخواین از پیش رفته ویدیو کنم بابای قند خطی. بابا را غم نتین، همه خستک بابا را ویدیو کیسای. هی بابا را غم نتین، بخدا بابا را غم نتین. بابا دو تا زن داشته، بازی با سیوم زنشم گیرم های میگه که 4 تا زن ممکنه از قوت 5 زن میبرو. میگه دیگه چیزش میگوی بابا را؟ نه، بابا را احترام کنین. همین یک بابا بوده در یوتیوب اوخی، همین یک بابا من خیلی الله اکبر بچره بگرده اوخی. خب الان خیلی برادرها خواهرها پدرها مادرها حاضر بسیاری میگن که همین بابای قند پشتش گرفت. بابای قند باور که ای بخیچ هم هست. خیلی چیکارش کنیم دیگه؟ ای بابای قند مگم که یگان نکزت میکنیم ده کار میکنین. این بابای یونی اگان ویدیوی چوت کش میکنه، بعد دلی شما هم خنک میشه، دلی بابا هم خنک میشه، دلی من هم خنک میشه. ای خش بالتون. برادرها خواهرها ویدیوی نوی بابای قند انتظار شین. ما با باوری کامل دارم که بابای قند میبرویا. انتظار شین.